بیشتر اویله ها از سبب همین نزدیک نشدن به همدیگر از هم جدا شدن. حیات زن و شوهری از بین رفت، خراب می شود. بینید چقدر حق شوهر بالای زن است که اگر این جایز میشد در شریعت، پیغمبر خدا امر میکردن زنها رو که توی که سجده احترام کنند برای شوهر خودشون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل لله تعالى. انشاءالله امروز ما دوام میدهیم درسی را که شروع کرده بودیم، از یعنی عنوانی را که شروع کرده بودیم در درس قبلی، حقوق الزوج علی زوجته، حق مرد، حق همسر، حق شوهر بر بالای همسر خود. و ما این درس رو دوام میدهیم انشاءالله. مصنف رحمه الله تعالی میفرماید: إن حق استمتاع الزوج بزوجته ضمن حدود الشرع هو من أهم حقوق الزوج على زوجته. یعنی حق استمتاع، استفاده بردن شوهر از همسر خود یعنی مراد از اینجا استمتاع یعنی جماع کردن، هم خوابه کردن، هم بستری شدن. این حق بزرگی هست که یکی از حدود شریعت هست، یعنی یکی از حقوقهای مرد بر بالای زن حقهای هستند که تعلق به حق شریعت، حقوق شریعت دارد، یعنی حدود شریعت دارد. پس این مهمترین حق شوهر بر بالای همسر خود است. لأن اهتمام المرأة بحاجة زوجها إليها في فراشه سبب مهم جدا لسعادة الزوجين. میفرماید چون که اهتمام ورزیدن همسر یعنی زن، مثلا اهمیت دادن زن و شوهر خود را در مسئله فراش یعنی هم بستری شدن، جماع کردن، هم خوابی کردن، این یک مسئله است که بسیار مهم است. سبب مهمی سعادتمند شدن زن و شوهر هستند در حیات روزمره که دارند. و این اهمالها لهذا الحق يسبب النكد والشقاق بين الزوجين. اما اهمال کردن این امر یعنی ناچیز گرفتن یا اینکه اهمیت ندادن مسئله همخوابگی کردن، که اگر زن اهمیت ندهد، بے پروا باشد در این مسئله، این میفرماید این حق را اگر از دست داد زن، حق شوهر را، این سببش همون نکد، شقاق یعنی بدبختی و ناخوشی و یعنی نفهمی رو در بین زن و شوهر پیدا میکند. و کثیرا ما یؤدی هذا الى انهیار الحیات الزوجیه. و میفرماید یعنی حالتهای بسیاری شدن که همین مسئله سبب شده است که بیشتر اویله ها از سبب همین نزدیک نشدن به همدیگر از هم جدا شدن. حیات زن و شوهری از بین رفت، خراب می شود. و بالتالي الى الطلاق و الضیاع. و سبب این آخرت در آخر میفرماید طلاق است و از دست دادن همدیگر می شود. بینید که چقدر مهم است. در حقیقت این مهم است. این یک حقی هست که بالای همسر، بالای زن، که مرد همه وقت باید با اهتمام باشد، خصوصا زن باید اهتمام داشته باشد، همه وقت آماده باشد که هر وقتی که اگر شوهر میخواست او را برای جماع یعنی برای همبستری شدن، باید زن آماده باشد همه وقت. و این عاقبتش بسیار خراب و وخیم است. ومن الملاحظ أن كثيرا من الزوجات يهملن حق الزوج في الاستمتاع بهن في وقت يكون فيه الزوج بحاجة ماسة إلى ذلك. فرماید اگر شما ملاحظه کرده باشین، اهمیت داده باشین،
بیشتری از زنها، یعنی اکثر زنها همین حق شوهر رو در مسئله استمتاع، یعنی همخوابگی کردن بسیار به اهمیت هستند، بسیار اهمال میکنن، در این مسئله بسیار ضعیف و سست هستند، یعنی بی‌پروا هستند. خصوصا میفرماید در وقتی که شوهر حاجتی ضروری دارد، یعنی میخواهد هم وقت حتما با همسر خود هم خوابه شود، یعنی جماع کند، هم بستری کند، اما این زن این کار میکند، نمیخواهد، یعنی بدون عذر شرعی، بدون عذر شرعی زن این کار میکند. فتحجر هذه الزوجة فراش زوجها بغیر عذر شرعی. خودش میفرماید پس این زن هم بستر شدن شوهر خود را ترک میکند بدون عذر شرعی. مقصد نه در حالت حید نفاس که بیماری سخت نیست، هیچ مشکل ندارد، فقط نمیخواهد، الله اعلم به کدام سبب باشد. و یکون الزوج فی حاجة الیها، و در صورتی که زن این کار میکنه نمیخواهد، در صورتی که مرد بسیار میخواهد که با همسر خود همخوابه شود، اما متاسفانه این زن این کار میکنه نمیخواهد. و تولیه ظهرها، سبحان الله، میفرماید حالت های میشود که حتی این زن نه اینکه جوابگو برای همخوابه شدن شوهرش هست، برعکس باز بالای این باز پشت خود را میگرداند طرف شوهر رو خوب میخوابد. ولا تلقي له بالا وكأنه ليس زوجها، حتما میفرماید هیچ پروایی ندارد، گویا اینکه شوهرش نیست. تا این درجه از زنهای هستند که معامله بدی که انجام میدهند در مسئله همخوابه شدن، گویا اینکه اون مرد شوهری اون نیست. فتكون بذلك سببا للنكد والتعاسة والحزن لدى الزوج. پس این معلومه سبب ناخوشی و فرمویم ناحالی و ناخوشبختی مرد را در بین میارد و بسیار غمگین می شود وقتی که شوهر این حالت ها را از همسر خود در وقتی همخوابه می بیند، بسیار ناراحت می شود، حزین و محزون می گردد. و ما يترتب على ذلك من آثار سلبیة على الحیاة الزوجیه. خب این مسئله است که بیشتری حالت یک مشکلی های زندگی پیش می آید، یعنی سبب یعنی ویرانی عائله. ویرانی عائله یکی از خرابی های عائله در همین است که حیات زوجی از بین می رود، خراب می شود. این بود یکی از دیگر حقوق مرد، یعنی شوهر بر بالای همسر خود. و ان لا تصوم تطوعا ای غیر الفرد الا باذنه. دیگر از حقوق مرد بر بالای همسر خود این است که زن حق ندارد روزه نفلی بگیرد بدون اجازه شوهر خود. مراد غیر از روزه فرد، یعنی غیر روزه ماه رمضان. ماه رمضان خب این امر الهی است، زن اگر از حید و نفاس پاک باشد باید روزه بگیرد، اما وقتی که از حید و نفاس پاک باشد و هیچ بیماری نداشته باشد، یعنی آماده، باید همه وقت آماده باشد، شوهر را راضی بگرداند. بعد از این اگر میخواهد روزه نفلی بگیرد باید از شوهر خود اجازه بپرسد. خب علت انشاءالله کمی بعد بیان میکند. میگه اما الواجب من الصيام كمرضان فلا تعد. اما میفرماید مثلا روزه واجبی، مراد از واجب یعنی فرد، خب مثل ماه رمضان، پس فلا تطيعه ای لم يأذن لها بل تصوم لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. یعنی در این روزه فردی ماه رمضان خب اطاعت نمیکند شوهرش را، مقصد گوش نمیکند و روزش میگیرد. حتی اگر شوهر اگر او را منع کند، اجازه روزه گرفتن نداده باشد، زن باید حتما امر خدا را بجا بیارد، یعنی شوهرش را گوش نمیکند، چون که رسول اکرم گفتن لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. این در صورتی که در حالتی که اگر اطاعت از مخلوق شود و معصیت خالق پیش بیاید، باید که اینجا اطاعت مخلوق کرده نشد. این در حالتی که اگر
اطاعت کند شوهر خود را و اما نزد پروردگار گناهکار میشود، در این صورت معلوم است که دیگر شوهر را باید او گوش نکند. خصوصا در مسئله روزه گرفتن ماه رمضان بعضی متاسفانه شوهرها هستند که زنان خود را نمیگذارند که روزه بگیرند. در این صورت زن گوش نمیکند شوهر خود را، حتما فرض الهی را به جا میآورد، چون این فرض است، این امر پروردگار است. الصوم مانع عن الاستمتاع فاذا صامت تطوعا بغیر اذنه لم يكن باستطاعت زوجها ان يقاربها. یعنی علت اجازه گرفتن زن برای روزه نفلی در همین است که میفرماید روزه نفلی عادتا شوهر را منع میکند از استفاده بردن همون همسر خود وقتی که اگر همسرش روزه بگیرد بدون اجازه شوهر. خب شوهر نمیتواند این استطاعتی جماع کردن را با همسر خود ندارد وقتی که همسرش در حالت روزه باشد، روزه نفلی. این می سبب اجازه گرفتن بدون اذن شوهر حق روزه گرفتن ندارد. لانها عادتا تبتعد منه، چون که زن وقتی که روزه بگیرد عادتا از شوهر خود دور می شود، این نزدیک شده نمیتواند، چون که روزش باید خراب و فیرو نشود. و المقاربه بالاستمتاع حقه، اما نزدیک شدن و استفاده بردن مراد یعنی لذت بردن شوهر از همسر خود، این حق شوهر است. مقصد لذت بردن از در همون جاگه بیستر، یعنی مقصد در جماع کردن. لهذا یقول نبی العظیم صلی الله علیه و سلم کما رواه البخاری، به همین دلیل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند در روایتی که امام بخاری آوردند، فرمودند گفتند لا یحل لامرأة ان تصوم و زوجها شاهد ای حاضر الا باذنه. پیغمبر خدا گفتند هیچ زن حقی اجازه روزه گرفتن رو ندارد وقتی که شوهرش حاضر باشد، یعنی که بدون اجازه شوهرش حقی روزه گرفتن رو ندارد، فقط وقتی شوهرش حاضر باشد، در خانه باشد. ای فی غیر صیام فرد، مراد از حدیث پیغمبر خدا در غیر روزه فردی، این در روزه های نفلی. بینید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خودشون آشکار و ظاهرا فرمودند که زن اگر بخواهد روزه نفلی بگیرد باید حتما از شوهرش اجازه بگیرد، اولا بعد روزه بگیرد. وقد حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زوجة صفوان بن المعطل شكته لرسول الله فقالت. می‌فرماید یک حادثه رخ داده است در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که همسر صفوان ابن معطل یکی از صحابه ها شکایت میکند نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، می‌فرماید ان زوجی یفطرنی و انا صائم و انه لا یصلی الفجر الا بعد طلوع الشمس. می‌فرماید یا رسول خدا، شوهر من مرا مجبور روزم رو میشکند، یعنی که جماع میکند با من، روز میدوند که من روزدار هستم، روزه ما رو میشکند، اما خودش نماز صبح را، نماز بامداد را در وقتش نمیخواند و مگر بعد از طلوع آفتاب میخواند. یعنی این گونه شکایت کردن همسری صفوان بن معطل، یکی از صحابه های بزرگ. رواه داود. طيب فسأله رسول صلی الله علیه و سلم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از صفوان بن معطل پرسیدند که چرا این گونه است؟ فقال، در جواب فرمودند این صحابه بزرگ، یا رسول الله اما قولها، یا رسول خدا گفتند اما وقتی که زنی من یعنی همسری من شکایت کردن گفتند انی لا اقوم لصلاة الصبح الا بعد طلوع الشمس، که یعنی گویا اینکه من نماز صبح رو نمیخونم، نماز بامداد رو مگر بعد از طلوع آفتاب، فان اهل بیت لا نستيقظ الا بعد طلوع الشمس. فرمود ما نه اینکه تنها من، این تمام ما اهل بیت ما، مقصد من، زن و فرزند، همون یعنی ما در وقت نماز بامداد نمیخیزیم مگر بعد از طلوع آفتاب. یعنی معلوم است که همون اهل عائله در وقت نماز بامداد یعنی بیدار نمیشده بودند مگر بعد از طلوع آفتاب. و اما قولها اینی افطرها و هی صائمه، اما میفرماید اون شکایت کرد که اون روزه میگیرد و روزدار است و من روزه او را میشکنم، یعنی ویران میکنم روزه‌اش را، فانها تصوم النفل. گفتند یا رسول الله،
چونکه اون زن این همسر من روزه نفل میگیرد و انا رجل شاب و اما من مرد جوان هستم، من حالا جوان مرد هستم، میخواهم هر وقت، هر شب است روز است، هر وقتی باشد میخواهم با همسرم همخوابگی کنم، یعنی من جوان هستم رسول خدا. همین گونه جواب دادن صفوان بن معطل. فالرسول صلی الله علیه و سلم ما اعترض علیه، وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این سخن رو از صفوان بن معطل شنیدن هیچ اعتراضی نکردند، یعنی مراد چیزی نگفتن، پیغمبر خدا سکوت کردن، یعنی فهمیده شد که روزه نفلی را اگر زن روزه نفلی گرفته باشد و شوهرش در روز با او مثلا جماع کند، روزش بگویم خراب کند، بشکند، اشکال ندارد، گناهگار نمیشود مرد. چونکه حق مرد بالای زن بالاتر از عبادت نفلی. استدل الفقهاء من هذا الحديث، یعنی فقها علماها از همین حدیث دلیل گرفتن که ان شخص اذا نام قبل دخول الفجر، اگر شخص یعنی مسلمان اگر قبل از داخل شدن فجر یعنی نماز بامداد، پیش از داخل شدن وقت نماز بامداد اگر خوابید و استيقظ بعد طلوع الشمس، بعد از آفتاب برآمدن از خوابش بیدار شد، لیس علیه معصیه، یعنی این مسلمان گناهگار نمیشد، ای فی ترک لصلاه الصبح وقتی، یعنی به سبب ترک کردن نماز بامداد گناهگار نیست، به خاطری که قبل از داخل شدن وقت اون خوابید. خب این حالت هم بشود، یکی اگر در یک ماه یک بار دو بار، یا اینکه در 2 ماه یک بار دو بار، همین حالت ها میشوند که از خواب بیدار شده نمیتواند، میخوابد، در بامداد بیدار شده نمیتواند، در نماز بامداد بعد از طلوع آفتاب بیدار میشود. خب گناهگار نیست، چون اون خواب است، معذور است دیگر. اما نماز بامداد وقتش داخل شد و از خوابش برخیست و باز نماز نخوانده، باز خواب کردنی، بعضی حالات ها میشوند که خواب که شیرین است میخواد باز کمی دیگر خواب کند، بعد باز دوام میتید خوب بخوابد، خب معلوم است که گناهگار میشود، باید که نماز میخواند و بعد میخوابید. طيب وأنه يجوز للرجل أن يفطر زوجته إن كانت تصوم النفل وأراد جماعها، دلیل دیگر که علماء گرفتند، یعنی مرد حق دارد که همسر خودش را روزهش را بشکند، روزهش را ویران کند وقتی که اگر زن روزه نفلی داشته باشد و در حالتی که مرد میخواهد با همسر خود جماع کند. این اگر میخواهد جماع کند روزه نفلی باشد اشکال ندارد، روزهش را میتواند بشکند، جماع کند. و ان الزوجة لا يجوز لها ان تصوم النفل ان كان لا يأذن لها الزوج. و دلیل دیگر از این حدیث ثابت کردن فقها که یعنی همسر یعنی زن اجازه ندارد روزه نفلی بگیرد اگر شوهرش برای اجازه ندهد. یعنی حالت میشد که شوهر اجازه نمیدهد، میفرماید که روزه نگیر، یعنی زن میپرسد که آیا من میتوانم امروز روزه نفلی بگیرم؟ مرد میگوید نه. خب زن حق روزه گرفتن رو ندارد. یعنی از این حدیث هم دلیل میگیرن علماها از این صورت که حق مرد بالاتر است برای زن، بالاتر است برای زن نسبت به عبادات نفلی. یعنی عبادت نفلی خوب است، ثواب دارد، اما حق مرد بالاتر است، یعنی حق شوهر بالاتر از بالای زن، چون روزه نفلی. فرسول الله صلی الله علیه و سلم بین المال الزوج من حق عظیم. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، رسول اکرم علیه السلام یعنی بیان کردن آن چیزی رو، یعنی آن حقوقی رو که شوهر بالای همسر خود دارند، حق بزرگی دارند، که گفتند لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد ای سجود استحیه لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. پیغمبر خدا گفتند اگر امر میکردم، یعنی از جانب خداوند اگر امر میشد که یعنی انسان ها همدیگر را سجده کنند، یعنی مراد سجده تحیت، سجده احترام، نه سجده که خدا را کرده میشد، والعیاذ بالله،
یعنی اگر از جانب پروردگار امر میشد یا اینکه شریعت اجازه میداد، یعنی پیامبر خدا میگفتن اگر در اسلام درست میبود سجده کردن همچون سجده احترام این انسان‌ها دیگر را، پیغمبر خدا گفتن هر آینه من امر میکردم زنها را تا اینکه سجده کنند شوهرای خود را. ببینید چقدر حق بزرگ بالای شوهر است که یعنی بالای زن است، یعنی حق شوهر بالای زن است که اگر این جایز میشد در شریعت، پیغمبر خدا امر میکردن زنها را که تا اینکه سجده احترام کنند برای شوهرای خودشون. این حدیث رو ابن حبان، ابن ماجه و غیرشون، غیر این دیگر حضرت ها روایت کردند. هذا الحديث در این حدیث میفرماید فيه بیان انه لا يجوز السجود لاحد الا لله عز وجل. اول اینکه حدیث بیانگر است که سجده فقط به خاطر الله کرده می شود. سجده بجز از الله عز وجل بر کسی دیگر کردن درست نیست. یک دلیل. و فی بیان عظیم حق زوج. و دلیل دیگر اینکه این حدیث دلالت میکند که شوهر بالای همسر خود بسیار حق بزرگی دارد. فالزوج له حق علی زوجته. پس شوهر حق دارد بر بالای همسر خود. و الزوجة لها حق علی زوجها. همچنین زنم حق‌های دارد بر بالای شوهر خود. و من حقوق الزوج علی زوجته. یکی از حق‌های شوهر بر بالای همسر خود این است که ان لا تدخل احدا بیت زوجها الا باذنه. که زن بدون اجازه شوهر حق ندارد کسی را به خانه خود دعوت کند. زن حق ندارد. حتما باید زن اجازه بپرسد از شوهر خود که خانه این زن مثلا یگون شناس یا خشتبار یگون نفر میآید خانه این زن، خانه همین مرد مقصد، یعنی دوگانه را فریاد کردن، همسایه را فریاد کردن بدون اجازه شوهر حق ندارد. زن حتما باید اجازه بپرسد. الشرع لا ينهى عن شيء الا لحکمت. یعنی شریعت محمدی، شریعت پاک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ چیز را بدون حکمت من نمیکند. یعنی شریعت من کرده است که زن باید اولا اجازه پرسد از شوهرش، بعد همون نفر خواسته خود را دعوت به خانه کند. این چیز را شریعت بدون حکمت من نمیکند. حکمتی دارد. در اینجا حکمتی هست که میفرماد لکن کثیر من الناس تخفى عليهم تلك الحکمه. یعنی اکثر مردم از این حکمت بیخبر هستند، مخفی، یعنی این خدا خودش بهتر میدوند اما مردم بی پروا هستند، این حکمت رو نمیدونند. در همین جا ان شاء الله میخواهم درس امروزه رو توقف کنم تا اینکه درس طولانی نشود. ان شاء الله تعالی ما این درس را، این عنوان را، این حقوق الزوج علی زوجته، ان شاء الله در درس‌های بعدی ادامه میدهیم، چون این عنوان طولانی است. تا اینکه وقت بسیار نشود و درس رو کوتاه برای شما بیان کنیم، در همین جا ان شاء الله امروز درس رو ما توقف میکنیم باذن الله. بعدا ان شاء الله دوام میدهیم در درس‌های بعدی. طيب بارك الله فيكم وآخر دعوانا وأن الحمد لله رب العالمين.